سلام، من تارام. سلام، من مهدیم، دوست صمیمی تارا. تارا، برای چی مهدیه رو آوردی امروز پیش ما؟ چون من همه انتخابم کنه خراب بوده. دوستم آوردم که حالا این دفعه دیگه یه ذره کمک یه ذره بهتر بشه. ریت بر اساس استایل ولی با یه تغییر کوچیک. از تارا خواستیم که دوستش هم به همراه خودش بیاره که به انتخاب کردنش کمک کنه. بچه‌ها من قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها رو رده‌بندی از 1 تا 5 رده‌بندی می‌کنم که راحت‌تر بتونیم بفهمیم که کی کیه. چپ 1، راستم 5. اوکی؟ خودت معرفی کن. شما یک. امیرم 25. خب دیگه تحصیلات دانشجو مهندسی ساختمون. متولد ما هم باید بگم شهریور. از شهریور خوشم نمیاد. اوی خدا چقدر. شماره 2. علی هستم، 20 سالمه، دانشجوی تربیت بدنی ام. شماره 3. چه آرمانم کفشیه؟ ببخشید چه کفشیه آخه؟ من شما ارتباطی نداره. آرمانم 25 سالمه، متولد فروردین، شاغلم، شرکت بازرگانی مواد اولیه پلاستیک. حاجی چجوری حفظ می‌کنی؟ شماره 4. شما 4 خیلی حرف میزنه. تو اصلا حرف نزن برزن. من با تو حرف نمیزنم. من با صبحان دارم حرف میزنم. کام خودم معرفی کنم. خب بگو. بهتون نمیگم. صبحان جان گوش من دارم معرفی میپرسم. کن. معرفی کن. علیرضا هستم، 22 سالمه، شغلم آزاده. یکی بگم. رشته؟ چه رشتی؟ من رفتم خدمت. درسم خوندم. من ولی کامپیوتر بودم. نه خیلی مظلوم حرف داره. متولد ما چه ماهی؟ شهریور. بازم شهریور که. خب شماره 5. محمد هستم، 19 سالمه، متولد ماه اسفندم، دانشجو مهندسی عمران و شغلم هم آزاده. آرتیست مورد علاقتون شماره 1. تتلو. چه آهنگی؟ مثلا محمد قهرم. شماره 2. حسین تیم ای. از کفشات هم چیزی بیشتر از دوزار نمیده. شماره 3. فریدون فروغی. اوه. برعکس کفشاش خیلی سلیقه خوبیه. 4. من یه نفر خوشم نمیاد. گروه بلاد دوست دارم. ولی اگه یه نفر رو بخوای بهت میگم هیپوپولوژیست. آره یه نفر ها. هیپوپولوژیست. خوبه. معلومه که. معلومه که آره. چیز بعد گوش نمیدم. شماره 5. رویس اسکات. اوه اینم خوبه. شما خودتون چجوری؟ یعنی چی دوسته؟ من امینم ابی مثلا یاس مخمو بزن. یه پیکاپ لاین من بگیم. تو مثل سیگار زیر بارون میمونی برام. خب میخوام دیگه. همینجاش. تا همینجاش. بقیه‌اش نمی‌ذارید خود نشو. بقیه‌اش داره دانلود میشه. شماره 2. تلفن من یه مشکلی داره. باش تمرین کن. شماره شما توش نیست. شماره 3. یه سوال ازت بپرسم. نه. اگه من 2 تا بچه داشته باشم، تو هم 2 تا بچه داشته باشی، جمعاً چند تا بچه داریم؟ 5 تا. 2 تا. یعنی چی؟ بعدم میفهم. چون دو تاتون دو یعنی دو تاتون یه دو تا. عجیب بود. شماره 4 فکر کنم. بله. بهش در نگاه اول اعتماد داری؟ ببخشید. چی بود؟ با من از این سیفون بازی ها بلد نیستم. آنتن نمی‌بوشم. آره اعتقاد دارم. یا دوباره نگاه کنم. نذار چی حرفام بزنم دیگه. البته پرده جلو تو چی رو نگاه کنی؟ نشتی؟ نه کلا پیکاپ لاین چه ربطی داره؟ اوکی شما 5. حضوری ام. شما پدرتون ساقی یا کارتر مواد مخدره؟ ساقی کارتر مواد مخدر که نه ولی خب چون خیلی جنس خفنی تولید کرده. اون بلده. آره اصلا به کفشاش نمیخوره ولی چجوری کفشش؟ نه میگم کفشاش یه ذره پلاستیک و اینا توشی آها. از این بررسی آگاهی بیشتر میذاره. اگه دیت اول میتونستی منو هر جای دنیا ببری کجا میبردی؟ سینما ردیف آخر. نه خیلی زود به این نتیجه رسیدی. خب شما زود داری پیش میری شما. آره. یه پیتزا میگیرم میریم تو ماشین میخوریم. این خوبه. انتظار پاریس و هر جای دنیا. ماشین خب کجا؟ یه گوشه ای حالا، یه جای خلوت. یه جای خلوت نمیشه. یه جای شلوغ. هر چی که دوستم. مهدی هم باشه یا نه؟ نه. من میام. اصلا به تو ربطی نداره. اصلا دست تو رو مگه؟ شماره 3. پیتزا چمن. چرا؟ پیتزا چمن. خیلی خوشمزه است. کجا هست؟ داری تبلیغ می‌کنی الان؟ میدون نیاوران. چمن. آره. جان مدینیه. خیلی ساندویچه شما. خوشمزه. شماره 4. هر جای دنیا هر جایی. پاریس. زیر چرا؟ برج ایفل. چون دوست دارم. یکم خزه ولی اوکی. خودت خرید. بهتر از حالا بعد کفشات ماشین و پیتزا و نمیدونم. کفشم چشه؟ بذار مال تو رو ببینیم موقع قضاوت. حال نکردم. شماره 5. مهم نیست. میبرمت شهر بازی. شهر بازی خوبه.
کلا شماره 5 به نظر خوب میاد. الان داری روی چه هدفی کار میکنی؟ کار خب روی چه هدفی؟ چه کاری؟ ساخت و ساز ساخت و ساز چی؟ ساختمون چی بشه مثلا چی بشه مثلا؟ چیزی قرار نیست باشه. خب اوکی شماره 2 من رو بدنم دارم کار میکنم. روی کفشات هم یکم کار کن. کف زیاد دارم خیلی. شماره 3 کارم، شخصیتم، بدنم. خب چه کاری؟ شغلی که دارم میگه کارم گسترش بدم. شماره 4 آیندهم و کارم. خب چه همه میگن کارم، خب چه کاری؟ چه کاری داری؟ کار ساخت و سازیم. همه تو کار ساخت و سازن. خب شماره 5 کار خرید و فروش ماشینم، کارم گسترش بدم موفق بشم. خرید و فروش ماشین. بله. آره مهدی الان بعد یکی رو حذف کنین، پرده هم یه قدم میره بالاتر، شباله بقیه رو ببینین. ولی خب الان بعد انتخاب کنین ببینین کی رو میخواین حذف کنین تا الان. نظر تو چی اول داره؟ من میگم شماره 5 نه 5 چی 5 5 فرق نمیکنه. نه شماره 4 هست بشه. نه 5 از اونجایی که تو خیلی تو انتخابات ریدی خب من بذار هنوز ندیدم. همه چی رو بگی. خب تو خودت از کی خوشت اومد؟ اصلا بیشتر کی میخوای نگه داری تا شماره مثلا 3 هم خوبه بخوام نگه دارم، ولی الان 4 هست میکنم. 4 چرا 4 نه 5 از کن. بابا تو- چه شلواری اصلا رو مخ. باشه حالا شاید شعبولو چی کار داری؟ مهدی رو مگه نیاوردی اینجا انتخاب کنه؟ خب من به من اعتماد کن. باش 5 از کن. 5 هست میکنم. خب 5 آقای شماره 5 و پرده لطفا بیا بیرون. بابا فکر می‌کردی این شکلی باشه به این اصلا فکرشو نمی‌کردم. بهتر بود یا بریم مهدی محمد مرسی داشت محمد خوشحال شدم. پرده لول رفت بالاتر و الان نظرتون راجع به شلوار و کفش رو بگید. شلوار اولیه بد نیست، بکنم مامفیت باید باشه، بده بعد رنگه اصلا هیچیش به هیچیش نمی‌کنه. اصلا برام مهم نیست. درک. شماره 2 شلوارش بد نیست، خوشگله. خب رنگاش هم خیلی خوشگله، ولی این کفش کلا اصلا کفش خراب کرد کارو. آره. افتادم تو ترپ. خب شماره 3 خیلی خوبه شلوارش، از شلوار پارچه کام پارچه خیلی خوشم میاد، خوبه، ساده است، شیکه همچین. شماره 4 یکم داغونه. نظرت اصلا برام مهم نیست. وای دختر خانم چی میفهمی از طرف؟ بازم بچه‌ها. همشون تو طرفم. چطور من بکنم؟ میبینم از هر چی خوشت میاد همونو بعد انجام میدم. مثلا تو از چی خوشت میاد؟ مثلا اگه بخوای کاری کنی خودت کاری کنم برات باکس گل میگیرم. شماره 2 تو دوران پی ام اس واسه پاستیل میگیرم. دوران رو ول کن. پاسی دوست نداری شکلات میگیرم. نه حال نمیکنم. شکلات هم حال نمیکنم. شماره گل باید 3 بگیری. من ترجیح میدم یه دسته گل خوب بخوام بگیرم به جای خوراکی، چون به نظرم مردونه تره اینکه یکی دسته گل خود دستش بگیره. بعد گلی که دوست داری به جز روز چرا روز نه؟ خواستر باشه دیگه، روزو همه میگیرن. چه گلی دوست داری؟ داله بگیر. شماره 4 من دست بیلم برات نمیاد. نه ولی دور از شوخی سعی میکنم ببینم چی رو خیلی دوست داری، همونو برات بهترینش رو پیدا کنم بگیرم. شوخی و جدی اهمیت نمیدم کلا. اصلا مهم نیست دست بیل. همیشه مردم چه فکری راجبت میکنن که اون خیرت نداره؟ خودخواه شاید هست میشناسی مگه؟ میشیسی مگه؟ نه نمیشناسم، ولی خب شماره 2 فکر می‌کنم لاشیم. خب چرا فکر می‌کنی چه کاری می‌کنی مثلا؟ نمیدونم. قیافم غلط اندازه. اینا که شلوارت هم چرت و غلط اندازه. پرت غلط اندازه و فلان و اینا. حتما یه کاری کردی نمی‌دونم. دیگه. شماره 3 منم از رو ظاهر خیلی بهم گفتن لاشی. چرا اون وقت من چی تو ظاهرتی که باعث میشه باشه؟ من نمیدونم، من نگفتم که اونا گفتن. حالا اونا واسه چی گفتن؟ مثلا یه حدسی که می‌خوای بزنی. ظاهری احساس کردن دیگه، مدل حرف زدن شد. شماره 4 ها؟ شماره 4 چی باید میگفتم؟ مردم چه فکری راجبت من فکر می‌کنن؟ میکنم خیلی خشنم. نه آره ولی به برعکس این فقط برای حرفا آدمش. نمیخوری. اونا رده چاقو میشن. نه به این حرفا نمیخوری. انگشترتو نشون بده. پاریدن. پارش باشه. پاره کردن خط دادن. یا آخر هفته عادی با تو چطوری؟ برنامه. درصد یعنی عادی بود؟ آره. برنامه مثلا چی کجا؟ دور همیه دوستانه. حالا باقی پارکی کافه. باشی؟ کنسلی کلا. شماره 2 مرسی. با هم دیگه میریم گیم نت. گیلتی چه بازی می‌کنی معمولا؟ حالا می فیفا. فیفا ام بی ای هر چی دوست داشته باشی. من فقط مرتال بازی می‌کنم. مورتال هم خوبه منم من بلدم. می‌دونی. شماره 3 کلا خوبه. مسافرت آخر هفته عادی مسافرت؟ باغ. یکم پرهزینه نیست؟ حیوی نداره. یه لاج دیگه. باغ. چیکاره بودی شماره 3 گفتی مواد اولیه پلاستیک، بازرگانی. پول داری؟
نه بابا آره یا نه؟ کارگرم اونجا راننده تی راننده تی. شماره 4. من آدمشو میبرم شبگردی و بعید میدونم تو ببرم. میخواستی هم نمیومد الان اصلا مهم نیست. خیلی بلند پروازی داری میکنی. ببینم زیاد بلند پروازی میکنی. حالاتو میتونم میکنم. خب یکی دیگه از بشه. یک قطعا. اصلا بدون هیچ شکی. دوتاتون یکی؟ آره. چرا؟ حال نمیکنم اصلا کلا. نو لول. آقای شماره یک از پشت پرده بیاد بیرون لطفا. سلام. خب اینو خوب انتخاب کردم. چون که یکم بددهنی شد بینتون. نه کلا من نیستیم. نه نیستم. نه کلا چون این سرشون رو بیرونه من دیدم. مرسی هم همین که شرکت کردی دوست کردی مرسی. پرده یه لول رفت بالاتر نظرتون راجع به استایل چیه؟ اولش چقدر سفیده. اگه $1,000,000 برنده بشی چی برنده؟ یه خونه تو سعادت آباد. حالا چرا سعادت رو؟ اونجا رو دوست دارم. شاید این فرشه دوست داشت. چند متری من با می‌گیری؟ فرشته حال نمی‌کنم. چند همه متری چوسینگه. می‌گیری؟ 200 متری. با اون همه پول می‌خوای 200 متری بگیری؟ آره دیگه. این متری چند ساعت؟ برگشتو می‌خوای چیکار بکنی؟ ماشین میگیرم. واسه خودم. کنسل. خونه رو راضی باشی. شماره 2. اگه دوستش داشته باشم با اون پول تشکیل زندگی میدم باش، یعنی یه خونه میگیرم که با هم بریم توی زندگی کنیم. اگه نه که ازدواج هیچ. دیگه. بذار سوال بهتر. ازدواج نه. اگه مثلا فکر کنی $1,000,000 لاتاری بردی خب. اولین چیزی که برای تارو می‌خری چیه که خوشحالش کنه؟ ماشین. چه ماشینی؟ ماشینی که دوست داشته باشی دیگه. چه ماشینی؟ اون موقع دیگه مبلغی مهم نیستش آخه. هر چی. CLA. بعد مثلا مشکلی نداری حالا پارتنر از خودت ماشینش بهتر باشه؟ اون موقع وقتی $1,000,000 رو میگیرم یه ماشین بهتر 100% برای خودم خب میگیرم نه شاید دیگه. ماشینی که من بخوام انتخاب کنم گرونتر باشه. نه نمیگیرم که. نمیگیری؟ نه. شماره 3. من چه ماشین مال قطارا؟ ماشین مورد علاقه. ولی هیچی نمیتونی انتخاب کنی آخه $1,000,000 بیشتر بشه. پورش خیلی دوست دارم. چرا اگه 100,000 تاست. 100,000 دیگه فولش 200,000 تومان. کلا گفتم حالا اگه مثلا دیگه چیز دیگه داشته باشه. خیلی. شماره 3. اگه بخوام منطقی و منصفانه حساب کنم یه ذره از اون پولو میذارم برای آینده خودم و اون آدم. این خودش خیلی خوبه. ولی در حد توانم یه کادویی میگیرم که مثلش نباشه. چی مثلا؟ اسب. خوبه خیلی خوبه. من خیلی دوست اسب گرونه ها ولی اسب خوشگل از این از عربی‌ها. خنده‌دارترین کاری که برای پارتنرت کردی چی بود؟ گزیدم براش. چرا؟ حاجی نمیدونم همینجا نشسته بودیم واسه سر رفته بود. گزیدم. کاری کردیم که خندیدیم جفتمون یا کشتی گرفتیم یا هم دیگه رو خیس کردیم. آب ریختیم یعنی با هم دیگه. مدنی ها. معدنی. آشو میدنی. آب بازی کردیم. آب بازی. خب شماره 3. با هم رفتیم مردم آزاری. چی؟ یعنی چی مردم آزاری؟ یه که میریختیم دیگه به مثلا همه. مثلا زنگ آیفون می‌زنی فرار می‌کردی. نه بدتر از اون. چی مثلا؟ علی نمیشه گفت. طرفو که خف نمی‌کردی تو خیابون. همسایه‌هاش رو اذیت کردن با صدای ناهنجار. اینقدرم ندیگه. مثلا یکی رو بترسونیم. چجوری؟ مثلا نصف شب با بترسه. بوقی با دادی یا مثلا کنار شب شدیم یه حال میدم. مثلا نصف شب بوده یه داد زدیم یارو یارو برگشت پاره 2 کیلو لاغر شد. نه دیگه با ماشین گاز دادیم رفتیم خلوت. ترسون. ارسو چیه یارو سکته کرده. اگه میتونستی 3 نفر مورد زنده رو برای شام دعوت همین حیایی، پلی بوی کارتی، کریس رونالدو. چرا؟ حال میده دیگه هر کی توی یه فازیه. الان اونطور با این شلوار رو ببینه شلوار. اصلا می‌کنه میره. مردم میتونه باشه. یه آره نفر مردم میتونه باشه. فرامرز اصلانی خب و براد پیت، مگان فاکس. نگام فکس. براد پیت چرا اومد؟ دوستش دارم دیگه بازیگر مورد علاقه‌ام. چه غذایی واسهشون می‌ذاری اون موقع؟ آره. استیک رسمی تره. واسه فرامرز اصلانی استیک می‌ذاری؟ آره فرامرز اصلانی نمیتونه استیک بخوره. ایزی سنترال سی با صبحان. صبح آره شام باهاتون تو دیتتون. سناسه خیلی بی‌لیاقت خوشم نمیاد. من که حالا من شخصیتی شخصیتی خوب حال نمی‌کنه. بی‌لیاقت. دختر چیزش؟ خیانت میشه. خیلی کلا. دختر به نظر من خب کیوت. سنترال سی رو برمی‌دیم بیلینگام. شبیشه. بعد چه شامی می‌خوریم؟ چه شامی می‌خوریم؟ آره. حالا غیر از اون که گفتی. سوخالی. مالی هم اوکی ولی پیتزا رو خیلی بیشتر هستم. چه تایپ دختری از لحاظ ظاهری سلیقت؟ مثل خودم. یعنی چی میشه بیشتر توضیح بدی؟ توضیح داد دیگه. مثل خودم میگه. مثلا علاوه استایل یا استایل مثل خودم، خوشگل باشه، قد کوتاه هلو کیتی. ترجیح میدم. نه هلو کیتی. قد کوتاه چی؟ قد کوتاه بهتره. مثلا 160 155 خوبه.
خب بعد چندی تو داره؟ سیگار و مشروب به هیچ وجه نخوره و نکشه چون اصلا نیستم. اصلا نیست. تو با این استایل مثلا اصلا من خودم نمیکشم و نمیخوام. اصلا باور نمی‌کنم چه چیزیه. میتونی رفیقام بپرسی. مشروب که اصلا حرام. نمی‌خوام رفیقات بپرسم. نپرسید. شما دو لباسش دخترونه باشه، خب لش و اینا نباشه، تیپای دخترونه بزنه. خب مثلا چه لباسی؟ مثلا یه سری که دوست دارم لگو با کت جین کراپ میپوشن کوتاه. کت شلوار چی؟ کت شلوار نه والا. حرف نزنید با هم دبش میگه. تو دخالت نکن. ببین بستگی داره چجوری استایلش کنه دیگه. خوب استایل کنه چرا؟ کلا خوبه یا نه؟ حالا کار به استایل چنه؟ آره باحاله. خب شما سه من دختر نچرال سرسنگین همسن خودم یا بزرگتر. چند سالته؟ من 22 سالمه 81. یا بزرگتر؟ میف میزنی؟ نه اونقدر دیگه بعد چند سالی. خب آماده ای که از کنیم که سوال دیگه خودتون میدونی کی حذف میکنم دیگه اصلا لازم بگم شما یک قطعاً تو هم اوکی با این اصلا چه اوکی باشه چون من حذف میکنم نمیتونی مردی ها من تو خودی بکن مطمئنی؟ آره کاملا خب آقای شماره 1 علی بیا بیرون سلام. اونجوری که فکر می‌کردیم بود اصلا هیچ چون بهتره بدتره آره فیسی خوبه ولی اصلا پایینش نمیتونم اصلا نگاه کنم پایین رو عوض میکرد دیگه نه عوض نمیکنه از رفتارش حرفش من عوض میکردی علی؟ نه علی جان مرسی میگفتم خدافظ الان دوتاشون یکی میام بیرون بعد یه سری سوالا میپرسی برای انتخاب نهایی که یکیشون رو انتخاب کنیم آرمان اول تو بیا بیرون سلام بچه‌ها. سلام. خب سلام داشت خوبی من دست دادم دوباره اونجا وایسا بچه‌ها استایلی فکر می‌کنید البته دیدی دیگه استایل رو نظر راجع به چینش چیه نمیدونم ریشش نظری بدید ریش تعریف نه اصلا ریش نداره ولی خوب موهاش مثلا هستی موهای بلندتر دوست داری نموش خوبه فکر می‌کنی این شکلی باشه نه اصلا فکر کنم چه شابهش یکم بوره اصلا آره بوره خب علیرضا شما هم بیا بیرون سلام. خوش اومدی آره بغل آرمان وایسا نظرتون راجع به علیرضا چیه گوشوارش مرسی. خودم دارم اینجوری گوشوار رو پسر هستین آره سوال میتونیم بپرسین الان که راحت‌تر بتونیم خب دوستاتون براتون بیشتر مهم‌تر یا پارتنر 100% دوستان. چقدر دوسته که برای آدم میمونه. رفیقم. اتفاقا رفیقه بیشتر میزنه نه کام نه؟ رفیقای واقعی دارن میشه شاید تجربهشون میشه شماره‌های دیگه بیان یعنی تو پارتنر تو به مردی ترجیح میدی؟ بگو دیگه. بستگی داره بستگی به چی عجب داره؟ آدمیه. بستگی داره به چی ما داره؟ رضاقت کنیم. رفاقت همینجا تمام میشه. پسرت میگه با مردیه بعد دیگه مثلا قطع ارتباط نه. یا من یا مردیه نه نه؟ اصلا کسی که باش تو رابطه میام قطعا همچین چیزی نمیگه هر کسی خب جایگاه همچین خودش داره توقعی تو از دیگه. مثلا بچه‌ها داری که مثلا بگی یا من یا دوست داری ببین بستگی داره دیگه طرف اگه مثلا رفیقاش بخوان دخالت بکنن از سر حالا مثلا حسودی یا هر چیز خیلی مشکل داره دوستان من اصلا همچین آدمی نیست. الان به فقط دوستات فهمیدم. نه من کلا دارم میگم وقتی رفیق میاد یعنی رفیق دیگه همه جوره یعنی رفیق شما دو تا نمیدونم. چی؟ کی؟ بیا این کار کرد دیس کنه دیگه ما رو. باش قیافش دیسه اصلا لازم چیزی دوست دختر داری؟ دارم ولی خیلی وقت نمیدم. خارجه؟ نه. نامرده. معرفت. این همه میگفت دوستان نه اون رفیق فرقه رفیق کارشون. شماره 2 دوست دختر؟ دوست نه. نداری؟ نه. نظرتون راجع به دوست پسر چیه؟ 100% کنسل. اصلا هیچ راهی نداره اگه مثلا دختر تو رابطه بهتون بگه که من با فلان مثلا دوست دختر تال نمی‌کنم من اصلا دوست دختر ندارم. نه اگه داشته باشی اگه پارتنر من باشه من به نظرش احترام میذارم. دو دقیقه پیش داشتی چیز دیگه میگفت نه من گفتم رفیقامو خب ترجیح میدم ولی گفتی تو الان به دختر حساسیت نشون بده نگفتی به پسر همونجوری که چیزا دو طرفه باشه. از نظر ظاهری من خوشگل‌ترم به دوست تو میگی اول نه دیگه تو پرسی. برای البته شخصیت مهمتره خیلی شخصیت که حرف اولو میزنه من گفتم دیگه من نشاله کلا نه دیگه بعد انتخاب کنه الان یعنی دوست جلی و عملیه من نشاله صورتم دیگه آره دیگه منظورش مگه همین نبود رفیق فروشی تا چه نه یکی تو گفت منظورش همین بود هم دیگه رو خراب نشال نمی‌کنه دوست دارم اون یکی گفت میخوای من بگم من مهدیه با احترام خب فکر کنم دبل دیت
بگو دیگه علیرضا بگو. روم نمیشه. نه اشکال نداره حالا یک من اشاره کنم میشه. خجالت نکش هموش. سخته بچه‌ها. بگو. شما هم کار بگو ولی من میگم اگه اینو انتخاب کنی میزنه تا آخر بازی. اینجا اصلا خیلی من اصلا فوش زشت بده. نه اصلا زیپ شلوارت اصلا خوشم نمیاد. بیا. وقتی از زیپ شلوار خوشت نمیاد از سلیقه من خوشت نمیاد 100%. شلوار که دیگه کلا اصلا حال نمی‌کنم اصلا الانم میگم. شلوار کوچیکشه حالا بعدا مهدیه. مهدیه بود. اصلا اینجوری بگم. تارا فکر کنم الان تو باید حذف کنی برای مهدیه. اول تو تارا بگو. میخوای حذف کنی؟ برای خودم. آره. ایشون کدومه؟ اسمش آرمان حذف می‌کنی علیرضا نگه می‌داری. مهدیه تو چی میگی؟ منم آرمان. آره تو آرمان چرا؟ پسر به خوبی چی باعث شد که مثلا عوض شدن به چی؟ چون که از علیرضا از همون کفش و شلوار و زنجیر و همه چیز همه چی که ظاهر نیست. آها شخصیتش یعنی بهتر بود. آره. ولی از استایلی چی کدوم بیشتر می‌پسندی؟ شاید تارا مثلا گفت کلاسیک و اینجوری بیشتر دوست داره ولی من استایلای مثلا علیرضا رو بیشتر هست. آرمان جان مرسی داداش شرکت کردی. آره واسه خداحافظی می‌کنیم. منم مرسی داداش شرکت کردی. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. الان علیرضا تا الان بهترین مچ بین این گروه بود برای تارا. علیرضا فکر می‌کردی ببری چه حسی داری؟ نه اصلا فکر نمی‌کردم. ماشاءالله بچه‌ها همشون خیلی خوشتیپ و قشنگ هیکل و آماده. ولی اول بازی اگه برمیگشت می‌ذاشتم من اول بازی می‌خواستم اول بازی داشتن حذف می‌شدن اصلا فکر نمی‌کردم که اینجا همین برمیگشت می‌ذاشتم حذف کنم. اصلا من کتونی مشکی که دیدم گفتم این اصلا کنسل کن چون کتونی مشکی اصلا دوست ندارم. همین الانم میرم. ولی خب می‌دونیم که همه چی به استایل نیست. پرسونالیتی مهم‌تره. درس این ویدیو. رفیقام یاد گرفت. خب بچه‌ها اگه خوشتون اومد این ویدیو حتما لایک بزنید خیلی کمک می‌کنه برای الگوریتم. لایک رو نشون بدین. خداحافظی.